الله الرحمن الرحیم. این آیه شریفه متعلق با کتب علیکم الصیام هست. سوال کردن از اهله تا 3 شب ماه را حلال میگن که جمعش اهله می آید. چرا ماه بزرگ و کوچک میشه؟ تقریبا سوال 2 جنبه داشت. یک جنبه اینه که ماه چرا بزرگ و کوچک میشه و یکی از منافع بود. منفعت این ماه که بزرگ میشه و کوچک میشه و فنا میشه و باز ظاهر میشه، ابتدا و انتهایش کوچکه، برای چی؟ خورشید همش یک نواخته، هر روز خورشید به یک کیفیت میاد. خلاصه اگر از بزرگی و کوچکیش سوال شد تو علی اسلوب الحکیم جواب از منافع داده شد، و اگر سوال هم از منافع بوده خب جواب هم مطابق منافع داده شد. حالا تحقیق علمی که ماه بزرگ و کوچک میشه و فلسفی، حالا اونایی که تو علم هیئت مهارت دارن و از آسمان و فلک و فلکیات چیزی سر در میبرد میفهمن، لیکن اون ساربان عرب یا کشاورز طائف یا همون سردمداران مکه که علمش تا حد خواندن و نوشتن بود فوق العاده، دیگه بالاتر اونها علمی و دانشگاهی و دبیرستانی و دانشکده و پژوهشگاهی که نداشت. این خاطر قرآن عظیم الشان طوری جواب داد که اگر از منفعته که خب منفعته، اگر از علتی که چرا بزرگ و کوچک میشه خب در خور مردم نبود. الله تعالی از منافع جواب داد که بگوی این تقویم آسمانیه. تقویم آسمانی شما مراسم خود را، مراسم های دینی را با این ماه تنظیم میکنی. ماه دیده میشه کوچکه، فنا هم که میشه آخرش کوچکه. یک اول ماه کوچک از این طرف دیده میشه، آخر ماه کوچکیش این طرفه کاملا. همینطوری که از این طرف باریک دیده میشه. الان هم اگر شما بلند میشید هر روز نگاه کنید، روز به روز کوچکتر پایین تره. روز آخر همین موقع طلوع آفتاب شاید از این طرف پیدا بشه. تو الله سبحانه و تعالی از حکمتش جواب داد. سوال میکنن شما را از بزرگی و کوچکی ماه حلال. من عرض کردم عرب تا 3 شب ماه را حلال میگه که الله تعالی روزه را، حج را، تمام این احکامات را مدارشون را روی ماه گذاشته. دانستن تاریخ قمری فرض کفایه. باید ما تاریخ ماه را بدانیم، این فرض کفایه. تعدادی باید بدانم که حالا ماهی که میاد مال رمضانه، پشت سر شواله، بعد ذی‌قعده، بعد ذوالحجه. اگر این ماه را ما ندانیم لازم ما احکام اسلامی خود را چطور انجامیم؟ ماه حج و روزه و این چیزها را الله سبحانه و تعالی میگه سوال کردن از شما، سوال میکنن از شما از اهله. قل شما بگید این ماه، حالا اینجا به معنی مطلق ماه هست، این ماه آله بخشناسی برای انسان هست و خصوصا هست. همه مثلا چوپان ماه خود را میداره، تقویم بلد نیست لیکن ماه را میداره. من اول عید مثلا سال من تکمیل میشه، 1 سال او اجاره میشه برای خدمت. خلاصه دانستن تاریخ قمری فرض کفایه. سوال اگر از بزرگی کوچکی بود از این علت یا از حکمت، خدا جواب از حکمت داد که ماه آله بخشناسی برای انسان هست، خصوصا حج. ولیس البر، بعد اینجا یک زجریه با یک تمثیلیه و رد بدعتیه. اشاره میکند که این سوال شما و دانستن علل این بزرگی و کوچکی ما را که چرا ما بزرگ و کوچک میشه، این علم هم دانستن
مثل همون عملی که شما انجام میدادید همونطوری چیزیه، هیچ ارزشی در آن بیشتر نیست. عرب ها یک عادتی داشت وقت احرام میبستن در حال احرام از در خانه وارد خانه نمیشه، همیشه از پشت خانه سوراخ میکردن، پنجره غیره داخل خانه میشدن و این را نیکی میدانست. الله تعالی فرمود این نیکی نیست. و اینکه شما علت بزرگی و کوچکی ما را بدانی که امروز فلکیات میدانند، اونهایی که با علم آسمان و آسمانی ها تعلق دارند، به آنها چه چیزی میرسد؟ نیکی میرسد؟ نه. همین طوری که شما داخل خانه می آمدید لیکن نیکی میدانستید که از پشت بیایید، از در نیایید. این هم همین طوره. اگر شما بدانید که ما چرا بزرگ و کوچک میشه، همانطوری که فلکیات میگن که با خورشید هر اندازه روبرو میشود، لحاظا روشنیش کامله. وقت شب 14 هم میبینی این طرف خورشید در مساویش ماه، روبرو میشن، کامل میشه. اگر شب 13 و 14 و 15 شما نگاه کنید، تقریبا خورشید و ماه روبرو هست. از این طرف ماه هست، از این طرف خورشیده. اگر که ما اینجا به پای کوه باشیم زودتر خورشید غروب کند بدید ما، اگر ما کمی 10 متر 100 متر 1000 متر بالاتر بریم نگاه کنیم، این طرف هم ماه، این طرف هم خورشید روبرو هم ایستاده. به این خاطر الله سبحانه و تعالی فرمود اگر این چیز را شما دانستید خب به هیچ نیکی نمیرسید. همانطوری که از پشت خانه داخل خانه آمدن نیکی نیست. لذا این چرا خود را تکلیف میکنید که حتما از پشت اگر سوراخی نیست سوراخی درست کنن که حاجی صاحب میآید، پس همین در بیاید، چه فرق میکنه؟ درون خانه که میرید، چه از پنجره برید چه از در برید. لذا اگر شما هم دانستید علت بزرگی و کوچکی ماه را، شما به چه پیدا نیکی میرسید؟ چه چیزی شما کسب کردی نیکی که دانستید ماه به این خاطر بزرگ و کوچک میشه؟ همین که امروز فلکیات میدانند به اینی مثل همونه. اون نیکی نیست، دانستن این هم نیکی نیست. البته حکمتش را الله تعالی بیان کرد. اگر سوال از حکمت شد که ماه بزرگ و کوچک میشود که آله وقت شناسیه، حالا تقویم را و حساب قمری شمسی را فقط اهل علم میدانند، دانشمندان میدانند. برج، حالا برج دیگه هیچ علامتی ندارد مگر دانشمندان میدانند و تقویم تو جیب شما باشد و ساعت شما هم تنظیم بشه، ورنه دیگه چی میدانید؟ هیچ علامت ظاهری حساب شمسی ندارد. اگر که امروز در ایران حساب روی حساب شمسیه که به اصطلاح از برج حساب میکنند، لیکن این تقویمیه که شبان هم میفهمه، ساربان هم میفهمه، کشاورز هم میفهمه، عالم هم میفهمه، جاهل هم میفهمه، همه درک دارن که والا یک ماهی تکمیل شد. الله تعالی از حکمت عظیم بزرگی و کوچکی ما حرف زد، علت بزرگی و کوچکی را بیان نکرد که در خور اون انسان ها اون زمان نبود. و الان هم اگر انسان نگاه کند، الله تعالی باز یک نمونه دیگر عملی ذکر کرد که شما آمده داخل خانه می آیید، از پنجره آمدن را نیکی می دانید، از در آمدن را گناه می دانید. خب این همینطوری عمل پوچیه. درون خانه آمدن از هر قسمت چه فایده دارد، چه نیکیه. خب لحاظا لیس البر بان تأتوا البیوت من ظهورها، و این را نیکی می دانید. نیست نیکی که شما بیایید در درون خانه ها از پشت خانه ها، لیکن نیکی کسی است که از خدا میترسه، احکام الهی را مخالفت نمی کنه. کسی که میترسه از خدا تجاوز نمی کنه از حدود الهی، این نیکیه. واتوا البیوت من ابوابها، شما بیایید داخل خانه ها هنگام احرام از در خانه ها بیایید، این رسم پوچ خود را ویل کنید. واتقوا الله، از خدا بترسید تا که رستگار بشید در دو جهان. اصل اصول اینه که از خدا بترسید، مخالفت حکم خدا نکنید. به خانه ها بیایید از در خانه ها. حالا اینکه شما از پشت خانه ها بیایید داخل خانه ها، این نیکی میدانید، این پوچه. و اگر شما هم علت
بزرگی و کوچکی ما را هم درک کردید که فلکیات درک میکنن چرا ما بزرگ و کوچک میشه. هیچ نیکی برای آنها دانستن این علت نیست. لذا همینطوره شما از در بیایید، از پنجره بیایید تو خانه یا سوراخ پشت خانه بیایید، این نیکی نیست. نیکی خوف خدا هست که از خدا بترسید، مخالفت دستورات او را نکنید. بعد از بیان امور انتظامی و امور مصلحه، امور انتظامی قصاص بود، امور انتظامی توصیه و وصیت بود که توصیه درست کنید، حق دیگران، مال حرام نخورید. این سه امره که برای انتظام و نظم مسلمان ها بودند و در بیان هم باز امر مصلح روزه را بیان کرد، اکنون حکم جهاد را صادر می‌کند. بعد از بیان امور انتظامیه دستور جهاد داده شده است. قاتلوا فی سبیل الله، قتال کنید شما در راه خدا. در راه خدا یعنی چی؟ شما قتال کنید تا دستورات الهی بر خلق خدا نافذ بشن، قانون اساسی الهی بر انسانها اجرا بشن، همه مردم مطیع امر الله باشن، خودشان قانون ساز نباشن، طراح قانون نباشن. شما قتال کنید. باید کیا قتال کنید؟ محل قتال الذین یقاتلونکم، این محل قتاله. آنهایی که با شما می جنگن، آنهایی که با شما می جنگن شما آنها بجنگید. ولا تعتدوا، شما تجاوز نکنید. مومن تجاوز چیه؟ کسی با شما نمی جنگه، بر علیه شما نیست و بر علیه شما نیست، شما بر او تجاوز نکنید. با شما عهد و پیمان دارد. یک صورت دیگه اینه که شما تجاوز نکنید که بچه ها را، زنان را و پیران را که نقشی در جنگ علیه شما ندارن. حالا اگر زن مثل زن آمریکایی میاد توی میدان نبرد و تفنگ به دست و به 52 سواره که او را نمیخوان که زنی یا طفلی یا پیری که در جنگ نقش ندارد، هیچ نقش فرماندهی و رایدهی و این چیزها را ندارد، حالا اونا نباید بکشید. او که نمیخواهد جلوی شما را بگیره، جلوی دعوت و تبلیغ را بگیره. پس شما تجاوز نکنید به قتل زنان و پیران، در صورتی که زنان و پیران و اطفال در جنگ نقشی نداشته باشند. اگر نقش دارن مثل زنان آمریکایی، فرمانده و سرباز و این چیزن، اونا که دیگه دشمن اونا هم باید کشته بشن. ان الله لا يحب المعتدين، الله تعالی دوست ندارد آنهایی را که تجاوز میکنند. جایی که موردی نیست همون جایی قدرت نمایی میکنند. خب قتال کنید با آنها و در قتال از کشتن چطور دریغ کنیم یا نه بکشیم. اگر نوبتی کشتن آمد اونجا قتاله، الله تعالی میگه گردن بزنید. فقتلوهم، بکشید اینها را. چرا؟ فقتلوهم، بکشید اینها را هر جایی که شما یافتید این دشمنان خود را، در حل و در حرم به شما اجازه داده شده، و اخراج کنید شما این کفار را از آن جایی که این منحیث و تعلیلیه، به خاطر این که شما را اخراج کردن، شما را از کاشانه ها وطن اخراج کردن، شما اونا را اخراج کنید. حالا جهاد فرضه در افغانستان و در عراق، هر که جهاد میکنه مجاهدین. قرآن میگه شما را اینها جلاوطن کردن، شما را اخراج کردن و آمدن بر خاک شما، بر خانه شما، بر کاشانه شما، بر مملکت شما، اینها مسلط شدن و باید با اینها جنگی. و به همین خاطر هر که با اینها همکاره، لحاظا در حکم آنها قرار گرفته، اون هم واجب قتل کنید اینها را هر کجا شما یافتید اینها را، و اخراج کنید اینها را از چون که آنها اخراج کردن شما را. باقی دیگر شرک و کفری که آنها میکنن از قتل سنگین تره، و الفتنتو یعنی الشرک الکفر شدیدتر هست از ضرر قتل بشن. 10 سردم داره 100 نفر قتل میشه، هزاران انسان روی هدایت میه، هزاران انسان از جهنم نجات میکنه.
قتل فتنه یعنی کفری و شرکی که کفار دارن و نفاقی کفار دارن او شدید تر از قتل و الفتنه اشد من القتل. از فتنه مراد شرک است، کفر است، نفاق، اینها شدیدتر از قتل. قتل 10-20 نفر میشه، هزاران انسان به هدایت میاد. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام، نجنگید با کفار در مسجد حرام. عند المسجد الحرام مراد در حرم، خاص مسجد الحرام که کوچکه، حرم بزرگتره. حالا اکثر شهر مدینه تو حرمه، مثلا منی هم تو حرمه، تا مسجد تنعیم که حضرت عایشه صدیقه از آنجا احرام بستند و پیغمبر علیه السلام او دیگه از حرم بیرونه. محدوده حرم مشخصه در مکه مکرمه که تا کجا حرمه، ماورا دیگه حلیه. حرم معنی اینه که در تمام طول سال اونجا همه چیز ممنوعه، مثل اینکه گیاه آن را کسی نمیتونه بکنه اونجا، بر شکار و غیره اون که شهر شد کسی نمیتونه تعدی کنه، چه احرام داشته باشد و چه احرام نداشته باشد. در حرم انسان نمیتونه حشرات را اذیت و آزار کنه. بیرون از مسجد الحرام جلوی درش حشره بود، اونجا چند نفری با او بازی میکرد و احتمال مرگش. من آمدم، من گفتم بابا حرمه اینجا که نباش من این کار بود. حالا زیر پای شما آمد، شما مجرم حساب بود، تو فهمیدم حرمه دیگه، نباید اونجا به حشره ضربه زد، به دیگه چیزی ضربه زد، چیزی که موزی نیست، اون چیزی که حدیث استثناء کرده، ماری، گردونی، فاره، اینها استثناء چیزهایی هستن که اونجا دیگه نباید اذیت بشه. الله سبحانه و تعالی می فرماید شما قتل کنید اینها را، قتال نکنید با اینها نزدیک مسجد حرام، یعنی در تمام حرم، تا اینکه قتال کنن با شما آنها در این حرم. فإن قاتلوکم، اگر آنها با شما در حرم هم جنگیدن، فقتلوهم، شما در حرم اینا را بزنید. اگر آنها در حرم هم مشرکین مکه با شما در حرم خدا به جنگ آماده شدن، شما بجنگید. این نیست که آنها در حرم احترام نمی کنن شما احترام بکنید، حرم با استادی نه. باز فرمود کذالک جزاء الکافرین، جزای کافرین همین ہے که در حرم هم قتل کرده شما. جزای کافرینی که در حرم با شما قتال میکنن همینه که شما آنها را گردن بزنید. خب فین انتهوا، اگر اینها دست کشیدن از قتال شما، یعنی مسلمان شدن، از کفر دست کشیدن، از جنگ شما دست کشیدن، تو خلاصه شما هم دست بکشید. چرا؟ که ان الله غفور رحیم، الله تعالی بخشنده است، بر کفر و شرک گذشته می بخشد، رحیمه، غیر از مغفرت جنت هم میده. قاتلوهم، قتال تا چه زمانی، جهاد تا چه زمانی؟ تا رفع فتنه. قتال کنید با آنها حتی که نشود یک فتنه شرکی کفری، حتی لا تکونه، حتی لا توجده، یافت نشود فتنه یعنی شرکی و کفری، دین خدا باشد، همه ادیانهای کفری بیاین پای و یکون الدین لله. فین انتهوا، اگر اینها دست از شرک کشیدن تو فلا عدوان الا علی الظالمین، تجاوزی نیست، زیادتی مگر بر ظالمین. اونها که ظالمند یعنی مشرکند، اینا به وجه توحید ظالم نیستند، چون دست از کفر کشیدن دیگه ظالم نمیشن، مگر آنها دست از کفر نمیکشند و دست از دسیسه نمیکشند. باقی شهر حرام، شهر ماهای با احترام حرمت میکنند. 4 ماه در دین اسلام احترام دارد. اون 4 ماه شوال و نه ذیقعد و ذوالحج و محرم، این 3 تا متصل است.
و رجب جدا هست. خب در این شهرها و در این ماها شما جنگ نکنید. خان اگر آنها با شما جنگ کردن تو لحاظ آنها احترام نکردن، شما هم که نمیتونید احترام کنید. احترام او مساوات میخواهد. اگر یک انسان احترام کند و دیگری احترام نکند خب این نمیشه احترام. اگر اونها حرمت کردن شما حرمت کنید، اگر اونها تعدی کردن تجاوز کردن شما هم تعدی و تجاوز کنید. الشهر الحرام بالشهر الحرام، ماه محترم به مقابل ماه محترم است. والحرمات یعنی احترامات ماها برابری میخواهد. اگر آنها احترام کردن شما احترام کنید، اگر آنها احترام نکردن بر شما تجاوز کردن. فمن اعتدى علیکم، هر که بر شما تجاوز کرد شما هم بر آن تجاوز کنید. بمثل ما اعتدى علیکم، بمثل آنچه که بر شما تجاوز شده. شما حرمت کنید آنها حرمت نکنن که نمیشه. حرمت برابری میکنه. یکی احترام قائل انسان احترام بکنه، اگر یکی تعدی میکنه، یکی زورگویی میکنه، یکی لج و لجبازی داره، خب شما هر که تواضع کنید پرروتر بشید. اولا که بدی را به خوبی جواب بدید. اگر بدی به خوبی شما دانستید که کار پیش نمیره و اون بد رو دم بدن تاخت و تازش بیشتره، تو دیگه با اون جزا و سیئتون استفاده کنید. اگر آنها بر شما در ماه حرام تجاوز کردن شما هم تجاوز کنید. شما دیگه سکوت چرا میکنید و شما چرا ملایمت و مسالمت را در پیش میگیرید؟ قانون الهیه. واتقوا الله، در تمام معاملات شما از خدا بترسید و بدانید که ان الله مع المتقین، الله تعالی معیت کاملش با متقینه، معیت خاصش با متقینه. آنهایی که از خدا میترسن حدود و مقررات الهی را رعایت میکنن اونها حسن متقین، ولهذا الله تعالی معیت خاصش با متقینه. بعد از انفاق بعد از جهاد ترغیب به انفاق هست. چرا جهاد انفاق میخواهد؟ باید انسان مال خود را همانطوری که جانش را عرضه میکند مالش را هم باید عرضه کند. بین خاطر قرآن عظیم الشان ترغیب علی الانفاق در جهاد. انفقوا فی سبیل الله، خرج کنید شما در راه خدا، یعنی برای اهداف عالی اسلامی شما باید مالهاتون خرج کنید. ولا تلقوا بایدیکم الی التهلکه، شما نیندازید با دستهای خودتان خود را به ایدیکم، این باقاعده شما با دست خود را به هلاکت نیندازید. حالا ظاهرا سروران گرامی انسان که به جهاد میره با جان و مالش هم میره، جانش هم میره، هلاکت هم میره، مالش هم میره و جانش هم میره. در جهاد این چیزه. قرآن میگه شما خرج کنید در راه خدا، قبلا گفت قتال کنید در راه خدا، قاتلوا فی سبیل الله. اینجا هم میگه انفقوا فی سبیل الله، درسته؟ و میگوید که شما قاتلوا فی سبیل الله، اینجا میگه انفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بایدیکم الی التهلکه. با دستهای خود را هلاک نکنید. حالا که اگر انسان نشینه فکر میکنه که جهاد و قتال و انفاق هلاکت، که انسان مال هم هلاک میکنه جانش هم هلاک میکنه، ولی قرآن میگه شما هلاک نکنید. با دستهای خودتان هم با دستهای خود را توی هلاکت نیندازید، بلکه اخلاص داشته باشید در جهاد و انفاق. احسنوا که ان الله یحب المحسنین، الله تعالی دوست دارد محسنین را. سروران گرامی، همین تصوری که الان من دارم مطرح میکنم در زمان صحابه یک انسان همینطور مطرح کرد که در این معرکه خود را زدن، مال خود را، جان خود را فدا کردن. این حرکت خدا گفت لا تلقوا بایدیکم الی التهلکه. کسی آمده بود و همین چیز را پیش صحابه مطرح کرد.
صحابه گفت تو غلط داری از قرآن خدا بهره برداری بکنی. ما در دل ما این خیال آمد که کمی الان دور بر مدینه خالی شده، لذا کمی بشینین مالهای خود را، باغهای خود را، امکانات خود را رو به ره کنیم. اینها بر اثری که ما در جهاد بودیم باغهای ما خراب شدن، زمین و کشاورزی و تجارت ما ضربه دیده، چون که مجاهد هم به جهاده، کشاورزی هم مفت می کند و تجارت هم مفت می کند، دامداری هم مفت می کند. این چیزها یک مراقبی می خواهد، تجارت هم مراقب می خواهد، باغ هم مراقب می خواهد، کشاورزی و دامداری همه من هم مراقبات می خواهد که الله تعالی این آیه را نازل کرد که شما جهاد کنید و در راه خدا انفاق کنید و خود را به هلاکت نیندازید. یعنی نشستن، از جهاد عقب نشینی کردن و از انفاق عقب نشینی کردن، این کشتن خود انسان. چرا؟ اگر شما جهاد نکنید و قتال نکنید و انفاق نکنید، فردا کافر مسلط میشن، نه برای شما جانی میماند و نه برای شما مالی میماند. همه چیز را کافرها به اشغال خود در بیارند. مثلا امروز افغانستان اگر جواهری داشته باشد، بوش جواهر را به ربانی میده؟ هرگز اون جواهر را به ربانی نمیده. خان ماش پوسیده میارد میده، مثل بلا مثل دامه ها کدیم میده، لیکن جواهر را میکشه میبره. جواهری که امروز در عراق هست، اون جواهر را آمده که باید یغماش کنه. جوهر نفت را که گرانبهاترین و ارزان و چیزی هست که هیچ چیزی به مقابل نفت امروز نمیتواند مثل نفت ارزش داشته باشد در دنیا. همه امکانات دنیا امروز روی نفت سواره، کارخانه هست روی نفت سواره، ماشین آلات روی نفت سواره، همین هواپیما هم روی نفت سواره و همه امکانات و تسهیلات بشری امروز بر شانه نفت سواره و گرانبهاترین طلا در دنیا نفت. هم اگر این نفت نباشد هیچ، همه چیزها فالتو میشد. این ماشین های با قیمت بالا ارزشی قرار پیدا نمیکنه، مگر چهار شبر دارید و روی تخته سوار کنید و پشت خر ببندید، دیگه هیچ. الله سبحانه و تعالی فرمود اگر شما جهاد نکردید و اگر شما انفاق نکردید، خود را با جان و مال هلاک میکنید. این کشتنه. بله در جهاد میشه تعداد مسلمان شهید میشن که باز هم به مقام بزرگ شهادت میرسن و باقی مانده همه سر جا با عزت میمانند. ورنه اینطور همه شما هلاک میشید، یا کافر میشید یا مال و جان شما همه برباد. این خاطر صحابه فرمود عقب نشینی از جهاد هلاکت است. لا تلقوا بأيديكم الى التهلكه. و بسیاری هم امروز هم اینطور، اگر کسی در راه خدا کشته بشه، شهید بشه به خاطر دعوتی، تبلیغی، ارشادی، بیان حق و حقیقتی، دیگر همه این چه فایده کرد؟ خود را به کشتن داد. اما عقلی خدا گفته لا تلقوا بأيديكم الى التهلكه. همین الان هم همین تبلیغاتن، لیکن خوب یاد شما باشد تفسیر این آیه از صحابه منقوله، با سند منقوله و عقب نشینی از جهاد و از انفاق این هلاکته. قرآن گفت قاتلوا فی سبیل الله، انفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه. و احسنوا، در این جهاد و انفاق باید اخلاص داشته باشید. جهاد برای اعلاء کلمت الله، انفاق برای اعلاء کلمت الله. باز خدای عزوجل می‌فرماید که ان الله یحب المحسنین. اونی کسی برای خدا جهاد و انفاق میکند محسنه و محسنین را الله تعالی دوست داره و دوستی خدا مقام بزرگی یا کوچکی. هیچ جای الله تعالی نگفته که الله تعالی کافرها را دوست داره. امتیاز مؤمن اینه که مؤمن را خدا دوست داره. این مسئله بسیار بزرگه. ان الله یحب المحسنین.
اونهایی که از صمیم قلب مال خود را انفاق میکنن، جان خود را در میدان انفاق میکنن، اینها محسنن و محسنین را الله تعالی دوست داره. این مقام از همه چیز بالاتره. بابا نان و آب و لباس به همه خدا میده؟ نمیده؟ امکانات دنیا را خدا به دشمنان خودش بیشتر میده تا برن توی کام جهنم. دادن مسئله نیست، عزت اینه که مؤمن محبوب خدا هست و الله تعالی محب او. این مقامیه که تمام بندگان الهی که با خدا ارتباط داشتن در تپش این مقام ذوب شدن و تپیدند و لرزیدند که محبت خدا به ما گیر بیاد. بعد بیان امر مسلم، دستور جهاد و انفاق رسید، باز هم اون امری را بیان می کند که مسلمان ها اصلاح بشن تا جهاد و انفاق کنند. یک امر مسلم نماز چی بود؟ روزه بود. و این امر مسلم سوم حج و بعد میاد بحث صلات هم میاد. اینها امور مسلمه هستند که الله سبحانه و تعالی برای ترقی مؤمنین این چیزها را بیان کرده. اتم الحج والعمره لله، بیان امر مسلم. اکثر مفسرین مقصد اتم الحج والعمره تمتع قران مراد نگیرید. اینو من برای شما بگم، سه نوع حج ما داریم: تمتع، قران، افراد. تمتع اینه که آقا از اینجا احرام میبنده، نیت عمره میکنه، میره در مکه مکرمه احکام عمره را انجام میده، 2 مرتبه حلال میشه، روز 8 برای حج احرام میبنده، میره احکام حج روز 10 از احرام میاد بیرون. اینو میگن تمتع، در وسط بهره برداری شد بین عمره و حج. قران همین احرامی میبندد، هم نیت عمره میکند هم نیت حج میکند. اونجا باید احکام عمره را انجام بده، احکام طواف قدوم انجام بده و توی احرام بماند تا بره به منا و به عرفات و مزدلفه و روز 10 بیاد طواف زیارت کند و از احرام. این قرانه و نزد ابو حنیفه قران از همه افضل تره. چرا؟ توی احرام میماند و اذیتیش بیشتره، تکلیفش بیشتره، انسان تو محظوره وقتی تو احرام رفت. به این خاطر قران را افضل تر میدانه. بعد تمتع، بعد افراد اینه که فقط احرام حج را میبنده و حج میکنه، عمره نمیکنه. اینه میگن مفرد، حاجی مفرد که تنها. اینجا قرآن عظیم و شان فرموده اتم الحج والعمره، بیان تمتع و قران نیست. اینجا الله تعالی میگه که حج و عمره را کامل ادا کنید برای خدا. حجی ادا میکنید یا عمره ای. حالا اصطلاح شده در اینجا این هم رمزی داره. عمره را حج میگند و اون میگه حج تمتع. حالا عمره خودش عمره هست و در اسلام نام جداگانه ای دارد و این حج اصغر گفته شده و حج اکبر همونی که تمتعش میگه یا قرانش میگه. خب اینجا معنی اتم الحج والعمره اکثر مفسرین میگویند الله تعالی دستور داده که حج و عمره را کامل برای خدا انجام بدید. حج هم اخلاصا برای خدا باشد و عمره هم برای خدا باشد. یعنی نیت شما این نباشد که میری مکه بسیاری جنس‌های گرانبهای میاری سود بکنی، بعضی از این شهرستانی ها خاص و خاص برای عمره به نیت تجارت میرن. حالا نیت شما برای حج باشد، عمره باشد، باز تجارت را هم خدا برای شما جایز کرده. از آنجا هدایا بگیرید، از آنجا برای تجارت سامان بگیرید، هیچ ممنوعیتی نیست. لیکن هدف شما حج باشد و عمره باشد. اتم الحج والعمره لله، خاص برای خدا، بحث تمتع و قران نیست. خب حالا شما اگر محصور شدید، احرام بستید برای حج یا عمره یا برای هر دو و شما محصور شدید به خاطر دشمن یا مرض، دشمن شما را نمیگذاره برید، تو احرام هم هستید، یا چنان مرضی شما را گرفت که تحمل رفتن برای شما پیدا نشد، تو به گردن این حاجی اینه که یک حدی باید بکشد تا که از احرام خلاص بشه.
توی احرام. حالا امروز دنیای امروز اینه، حالا برای امروز مشکلی ندارد که نایب در مکه مکرمه بگیره، از اینجا تماس بگیره که در فلان ساعت قربانی بگیر نیابتا و بکش تا از احرام خلاص بشه. اون زمان این قربانی ها را می بردن، از اینجا که تیرا بره قربانی نیابتا تا ببره در حرم بکشه تا این از احرام بیرون گیره. پس به گردن این محصر، اینو میگه محصر، آنچه هست که آسان بشه از هدیه. اون هدی اقلش گوسفند، یک گوسفندی باید بکشه. ولا تهلکو، و از احرام بیاید بیرونه. احرام با تراشیدن سره، میگه حلق نکنی شما فوراً سرایتان را ای محصری، شما که محصر شده اید، حتی یبلغ الهدی محله، تا که این قربانی حرم، هر آن مالی که به حرم برده میشه به نیت قربانی، او را در اصطلاح عرب هدیه میگن. اون چی میگن؟ هدیه. تا اینکه برسد همین هدیه شما به محلش، یعنی در حرم. به حرم که رسید اونجا میتونم بکشن. منا تو حرم یا هر قسمت حرم میتونه اینا بکشن و وقتی کشتن این حاجی از احرام میتونه خلاص بشه. الان که ماشاءالله تاره تلیفون مثلا آسانه، اون زمان اینه که میگفتن میدانستن فلان لحظه میرسه و در فلان لحظه اون میکشه، بعد این خود را از احرام بیرون میکردن، وعده میکردن و میاد بود. خب حالا شما احرام بستید، این معنی اوله. شما احرام بستید، لحظه مشکل معنی پیش آمد، باید حدی بفرستید تا اون حد به حرم برسه، بعد خدا خود را از احرام بیرون آورید و بیرون آمدن از احرام با تراشیدن سره یا کوتاه کردن سره. خب حالا یک معنی دیگر پیدا شد، شما احرام دارید، چون وقت انسان احرام میبنده، شما خوانده تو کتاب های فقهی بسیار چیزها بر انسان ممنوع میشد توی احرام. حالا برای اونایی که زیاد نخوانده من توضیح مختصری میدم. مثلا کسی که احرام بست و نیت کرد، حالا نمیتونه مو را کوتاه کنه، نمیتونه ناخن کوتاه کنه، حتی که نمیتونه صیدی بکنه، شکاری بکنه. حالا شما احرام بستی، مشکلی برای شما ایجاد شد که نیاز شد سر را بتراشید. حالا سر شما دانه کرد و باید بتراشید و این دانه ها را جراحی کنید و بیرون کنید. به طور مثال امروز میگم این چنین مشکلی ایجاد شد، باید جریمه بدید، روزه بگیرید، برای صدقه بدید، یا کم از کم قربانی بکشید. فمن کان منکم مریضا او بهی اذن، یا به آن یک عضای برخورد، زخمی، دردی، قمل و غیره. شان نزول عرب بیان میکنن که وقتی احرام بستی که از صحابه ولهذا موهای بزرگ هم داشتن، ریش هم داشتن و در کنار آتش او آتش روشن کرد و شپشهای سرش به حرکت آمدن. پیغمبر علیه السلام مشاهده کرد، متوجه شد که این بخاطر احرام لحظه موفق به غسل و اون نظافت های لازمه نشده. به این خاطر فرمود که شما را حوام راست شما دارد اذیت میکنه، حشرات سر شما را دارن اذیت میکنه، دیده میشه. لحظه الله تعالی این حکم نازل کرد که این مشکل به سر شما ایجاد شد که شما باید سر را بتراشید، سر بتراشید. زخمی آمد ایجاد شد، دانه ای آمد ایجاد شد با موهای بزرگ که نمیشه دانه را مرهم گذاشت، یا به اصطلاح امروز سرش را جراحی کرد. مشکلی تصادف شد، حاجی سرش شکست، سرش زخم بست، نیاز دارد که مو بتراشید. لحظه اونجا که اگر مو را تراشیدید از 3 جریمه یکی را حتما باید بگیرید، یا اینکه 3 روز روزه بگیرید، یا اینکه صدقه بدید به 6 مسکین، به هر یکی 2 کیلو که اندازه صدقه فطر، یا اینکه یک قربانی، اقل آن قربانی گوسفنده، نسک قربانی را میدن.
هر کسی باشد از شما یا مریض یا به سر آن عزایی باشد، زخمی، دردی، کملی، غیره، پس سر را تراشید، تو فعلیه فدیتون من صیام، به گردن آن فدیه است از روزه، اونم 3 روزه. او صدقه یا به آن فدیه هست از صدقه و 6 مسکین هر یکی را 2 کیلو، یا به گردن اون نسکیه، قربانیه که کم از کم یک گوسفندی باشه. اگر شطوری که کشت هیچ و اختیار داره گاوی، لیکن اگر سر تراشید از این 3 تا جریمه یکی را باید حتما پرداخت کنید. یا ضرورت شد که عطری بزنید، عطر زدن هم در احرام ممنوع، همین که از این 3 جریمه را بزنید. هر عمل خلاف احرامی عمدن یا خطأن کسی مثلا اشتباه کرد و یک چیزی عملی انجام داد که خلاف احرام بود، این جریمه را دارد، این جریمه را دارد. خب فمن تمتع، حالا اینجا بحث تمتع و قران آمد. کسی حاجی تمتع شد یعنی احرام بست، اعمال عمره را انجام داد، روز 8 2 مرتبه احرام بست برای حج، اینه میگن متمتع، حاجی متمتع. یا اینکه احرام عمره و حج را یک جا بست قارن نمی، تو لحاظا این حاجی متمتع یا حاجی قارن حتما باید روز عید قربانی باشه. اون هدیه که کم از کم 1 گوسفند یا 1 هفتم شتر یا 1 هفتم گاو، و اگر کسی کامل گاوی بکشه، 10 تا گاو بکشه، 10 تا شتر، 10 تا گوسفند، پولداری میخواد اینجا برای خدا بیشتر قربانی بده، هم ممنوعیتی ندارد. خود پیغمبر علیه السلام که زیاد قربانی میکشه، 100 شتر رسول علیه السلام قربان کرد. عبادت بسیار ارزنده. پس حاجی قارن و متمتع روز 10 که قربانی برگردن آن قربانی هست، این را دم شکر میگن که به 2 عمل در 1 سال موفق شده، لحظه باید شکرا لله قربانی را بکشه. خب اگر توانایی مالی ندارد که گوسفندی بخره و بکشه، گرانم، لحظه 10 روز روزه بگیر، 3 روز در حج غیر از عرفات، حنفی ها میگن یعنی 6 و 7 و 8 روزه بگیره، و بعد از روز 10 و حتی امام ابو حنیفه میگه بعد از ایام تشریق، که ایام تشریق روز 13، حالا در مکه یا آمد و اینجا 7 روز دیگر روزه بگیره، این تقریبا 10 روز مقابل اون قربانی ثوابشون. در دل آنها شک و شبهه آمد که در روزه در برابر یک قربانی چیزی نیست. الله تعالی فرمود تلک عشرة کامله، این 10 روز کامله و ثواب یک هدیه را برای تو دارد. غیر از این صورت دیگر راهی ندارد. اگر کسی تمتع به عمره کرد تا حج، تو به گردن آن هست آن چیزی که آسان باشد از هدیه، کم از کم 1 گوسفند یا 1 هفتم شتر یا 1 هفتم گاو که در آنجا همه نیتشون همین باشد، خوشی که اینجا در قربانی در جای دیگر. خب فمن لم یجد، اگر کسی توانایی را ندارد یا گوسفند تیزه به خاطر فقیره، گوسفندی گیر نمیاد، تو پس به گردن آن روزه 3 روز هست، روزه 3 ایام اون در حجه، این 3 ایام را 6 و 7 و 8 روزه بگیره، 9 هم میگه روزه نگیره، و اگر نتونست روح روزه بگیره این شخص مثلا این در حجه. خب روز 10 که روزه جایز نیست، الان از امام حنیفه، پس به گردن آن 3 روز هست، روزه 3 روز در حج و 7 روز وقتی رجعتم را امام حنیفه معنی میکنه فرغتم، شما از احکام حج که آخرین روزش 13 شما فارغ میشید، حالا در مکه باشید یا بیایید به خانه خود. و امام شافعی رحمه الله میگه نه، باید به خانه بیاید، رجعتم الی، خبر گردید یا در مکه بمانید، لیکن رجعتم را امام حنیفه معنی فرغتم میکنه. همون جواب شما است که 10 روز
کجا میتواند اندازه یک حدی ثواب داشته باشد؟ الله تعالی فرموده تلک عشرة کامله. ذالک، اینجا خوب متوجه باشید مطلب را که ذالک مشار الیه چیه. به خاطر تعیین مشار الیه حکم جدا آمده. مشار الیه الحکم المذکور من الحدی او الصیام. امام شافعی رحمه الله میگه و امام ابو حنیفه اینجا یک اختلافی هست. من اختلاف را اول مطرح میکنم بعد معنای آیه را میکنم. امام ابو حنیفه میگوید که حج تمتع را، حج قران را همون حاجی میتواند انجام بده که مال مکه نیست، یعنی داخل میقات نیست. هر طرفی چار طرف مکه میقات هست، در مکه و داخل میقات نباشد. اون انسان میتواند که حج تمتع و قران کنه. پس نزد امام ابو حنیفه معناش میشه که این تمتع و قران برای اون کسانی جایز هست که نباشد اهلش نزدیک مسجد الحرام، یعنی بعد از میقات نباشد. این میقات مدینه است و این مکه مکرمه، این داخل این همه حاضر مسجد حرام گفته میشه. متوجه ارزم هستی؟ امام حنیفه میفرمایند که حج تمتع قران را فقط کسی میتواند انجام بده، تمتع قران را که آفاقی باشد، مکی نباشد. مکی کیه؟ اونی که در مکه هست یا داخل میقاته. داخل میقاته. میقات اونجایی که بس اونجا باید احرام ببندند و برن. مثلا اهل مدینه از یلملم، نجد از قرن و اهل عراق که ما هم میقات ما اینه، از اونجا باید احرام ببندند. درسته؟ حاجی ها از همینجا که وقتی میخواهم برم به مکه مکرمه باید احرام ببندند، گاهی از همینجا احرام میبندند. بلا آنهایی که میخواهم برم به مدینه دیگه احرام نمیبندند. وقتی از مدینه میخواهم برم به مکه همونجا احرام میبندند و دیگه میرم به مکه. از میقات بدون احرام نمیتونم برم. خب امام صاحب میگه که تمتع قران را همون انسان آفاقی انجام میده. امام شافعی میگه نه، تمتع قران را هم آفاقی میتونه انجام بده و هم مکی میتونه انجام بده، لیکن این قربانی بر آفاقی هست، بر مکی نیست. متوجه هستید؟ امام حنیفه میگه تمتع قران را فقط اون کسی میتواند انجام بده که او یعنی در اشهر حج عمره کنه و حج هم کنه در اشهر حج، که او آفاقی باشد، یعنی از مکه بیرون باشد، از میقات بیرون باشد. مثلا اهل مدینه آفاقی هست، اینها میتوانند، لیکن اونهایی که به این طرفند اینها آفاقی نیستن. جده حالا نزدیک مکه مکرمه هست. و امام شافعی میگه نه، حج تمتع و قران را هر کس میتونه انجام بده، لیکن آفاقی باید قربانی بده، مکی قربانی نه. پس اینجا معنیش اینه که این تمتع قران برای کسی هست که نباشد اهلش نزدیک مسجد حرام. امام شافعی میگه این قربانی برای کسی هست که نباشد اهلش حاضر مسجد حرام. یعنی تمتع میتونه بکنه مکی، قران هم میتونه بکنه، لیکن قربانی به گردنش. امام ابو حنیفه دلیلش اینه که اینجا آمده لمن، اگر ذالک مشارلش قربانی می بود و هدیه می بود تو اینجا باید می گفت الا این قربانی، حکم قربانی بر کسی است که نیست. پس این یک اختلافی بین امام شافعی و امام ابو حنیفه رحمه الله. واتقوا الله، بترسید از خدا و بدانید یقینا نسخه تقوا است، اون نسخه عمله
که الله تعالی شدید العقابه، کسی که حدود الهی تجاوز کرد خدا سخت عذاب میده. مقررات حج واقعا محظورات سختی داره، خدا نجات بده. الحج اشهر معلومات، ماه حج به معنی وقت حج، ماهای معلومی هستند، شوال، ذی‌قعده و 10 روز از ذوالحج. شوال همینه که بعد از رمضانه. هر که در این ماه به مکه رفت گردنش حج فرض میشه، بی خاطر در این ماه برای عمره کسی را نمیبرن. اگر رفت و حج نکرده حج به گردنش فرض میشه. و اگر کسی در این ماه احرام ببنده برای حج، احرامش درسته. قبلا که نمیتونه احرام ببنده، الان مثلا کسی احرام ببنده برای حج و توی احرام بمانه، اون نمیتونه احرام ببنده. وقتن احرام در همین سما میشه. کسی که در این سما احرام داشت، تلبیه گفت، نیت کرد، لحظا به گردن او حج لازم میشه. واتقوا الله. اون 1-2 نفرن، بیشتر که نیستن، همه‌شون بیدارن ماشاءالله، هوشیارن. 1-2 نفر کمی رفت خستگی میکنن، خدا رحم بکنه، شبا رفت خستگی کنه، الله تعالی رحم بکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. وقت الحج وقت حج، ماهای معلوم مشخصی هستند. کسی فرض کرد به خاطر احرام بر خودش در این ماه حج را، تو اولین فریضه‌اش اینه فلا رفث، او رفث نکنه. رفث در حج معنیش اینه سروران گرامی که عملی خلاف احرام نکنه، این رفث. و حرفهای ناسزا را رفث میگن، یعنی فحشی ناسزایی نده. و اون عملی که بین زن و مرد انجام میگیره او را هم رفث میگن. پس اینجا رفث به معنی اینه که خلاف احرام عملی انجام نده. که یکی از آن خلاف احرام همینه که محرم و محرمه با هم نزدیک میشن، حق ندارن نزدیک میشن. احرام بس، محرم و محرمه باید در هتل از یک دیگر کهر باشه. ولا فسوقا، فسق نکنن، یعنی از فرمان خدا خارج نشن. ولا جدال نکنن، چون این همه اجتماع بزرگ، تو حاجی برای جایی، برای آبی، برای تاکسی درگیریشون چه فایده ای؟ سلیقه ها مختلفن، رنگ ها مختلفن، قیافه ها مختلفن. هر انسان یک سلیقه دارد، یک بوی دارد، یک رنگی دارد. برون طرف سیاه در کنار توی خوشت نمیاد، یک سیتی یا فلانی. الله تعالی میگه لا جدال فی الحج، جدال نیست در حج. هم به صورت خبر قرآن گفت، حالا در حقیقت اینها نه هم. رفث نکنی یعنی به زنان نزدیک نشی، نافرمانی نکنی، جدال نکنی در حج. و هر خیری که شما انجام بدید اینها سلبی بودن، اینها نباشن و بعد ایجابی. و آنچه شما انجام میدید از خیر در حج یا بیرون از حج، تو یعلمه الله، خدا میداند. شما به خاطر احرام با کسی درگیر نشید، احرام حاجی گرم میگیرن، بعضی حاجی گرم میگیرن، بابا حاج احرام در مطاف گرم میگیرن، سر آب گرم میگیرن، از خدمت شما در سا و طواف گرم میگیرن، اینجا برخورد میشه، همه چیزه. لحظه اونجا دیگه باید با اخلاق انجام میده. و الله تعالی دارد ترغیب میده که خدا از اعمال شما خبره، که چه کسی احرام را احترام میگذاره و چه کسی احرام را احترام نمیگذاره، چه کسی چه خیری انجام میده و چه کسی چه شری انجام میده. خدا کاملا اطلاع دارد. و آنچه شما انجام میدید از خیر، خوبی، انفاق میکنید در حرم یا بیرون حرم، یعلمه الله، آنها را خدا میداند. مقصد اینه که در این اجتماع عظیم اخلاق بزرگی میخواد. و تزودوا، این هم پنجمی دستوره که حاجی توشه برای خود فراهم کن. این نباشه که اینجا خرجی بر نمیداره، آنجا گرسنگی پیشار میاد، این حاجی را به اصطلاح مثل اون بزغاله‌ای که مادر ندارد
کنار این حاجی را بگو که برام خرچی بده اون حاجی را خوب نیست. از یمن پیدای می آمدد خود را متوکلی می گفتن و در مکه بار مردم می شدن. این خاطر الله تعالی میگه ببینید زاد کنید، توشه بردارید، تزودو، زاد و راحله هست. از اینجا پیاده رفتی الان بار حاجی بشی، حاجی بیچاره و یک شتری داره خودش سواره، تو هم که کنار میای خسته، حاجی هم بیاید پایین خودش خسته میشه، تو را سوار نکنه، وستانش اجازه نمیده. نه تزود، زاد و توشه خود را بردار که فإن خیر الزاد، بهترین توشه تقوا هست، یعنی اجتناب از سؤال، پرهیز از سؤال، گدایی. واتقونی، از من خدا بترسید ای صاحبان عقل، کسانی که شما عقل دارید احکام را تعمیل کنید، زاد ندارید، توشه ندارید، مزاحم مردم نشون، نه در مسیر حج و نه در داخل حرم، نه در عرفات، نه در منی. بر مسلمان ها بار نشو، ایجاد مشکل نکن. از یمن میگه تعدادی می آمده متوکلی، اینها را حضرت عمر گفت اینها متوکل نیست، اینها متأکلینه، اینها میخوانه مفت از مردم بخورن. کسب و کار، تجارت، این چیزی خیلی خوبیه. الله تعالی همینه داره میگه تزودو، فإن حالا که در حرم بندگان الهی زیادن که انفاق میکنن، خودشون هم میاد که انفاق کنن، احساس بکنن کسی نداره بهش انفاق میکنن. مثلا کوره ها، لنگه ها، ناداره ها حالا توی حرم میگشتن و گاهی انسان متوجه میشد که یواش یواش بندگان خدا میدن بیرون. سالی ما ندیدیم نه هیچ دری از درهای مکه مکرمه یا مسجد النبی که تعداد انسان بشینند و سوال کنند، هیچ دیگه نمیشه. معلوم میشه که اینجا هم قانونی کرده، ورنه این سفیران دنیا دیگر همونجا تجمع میشه. تزودوا فإن خیر الزاد التقوا، الله تعالی حکیمه دانا. واتقونی، از من بترسید، و بهترین توشه شما تقوا، اجتناب از سؤال. واقعا اجتناب از سؤال چیز بسیار بزرگیه. واتقونی، از من بترسید ای صاحبان عقل، تعمیل احکام کنید، بیان اباحت تجارت. لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من الله، بر شما گناهی نیست که طلب کنید فضل به معنی تجارت از پروردگارتان، پول دارید بیارید ببرید، هدف حجه. خب رفتید اونجا الان یک چیزی دانستید که اینجا برای شما سودی داره، تجاری بیاد، این هیچ چیزیه. یا مثلا امروز که رسم شده سوغاتی، این هیچ چیزی نداره. و اگر شما برای تجارت هم چیزی بیارید ممنوعیتی نداره. لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، بله اگر کسی نیازی پیدا کرد همونجا معامله کنه، بخره بده. بعد از اینکه احکام حج را انجام داد، عمره را انجام داد، الله تعالی ترغیب میده که اگر ناداری تجارت کن. اگر کسی بلد باشد اونجا میشه تجارت کرد. اگر که نمیگذارن اونهایی که کسی بره مغازه باز کنه فلان، لقو اندازه نیاز خود میتونی تجارت کنی، برای خریدن میگذارن. فلان دنیا معالیس حاکم ها همه چیز را بپرد کنن. فیدا افدتم، بعد از وقوف مزدلفه و عرفات، وقتی شما برگشتید از عرفات، ببینی وقتی میره مردم به عرفات، منا و مزدلفه سر راه میان. حالا به عینی همین طوره، این منای، این مزدلفه، این عرفاته. مکهی ها به منا هم می آمدن، به مزدلفه هم می آمدن، به عرفات نمی رفتن. تقریبا اینها توی حرمن، منا که توی حرم. اینا می گفتن ما اهل حرمیم، نیازی نداریم بیرون از حرم بریم. مثلا منای، مزدلفه، عرفاته. الله سبحانه و تعالی دستور داد که شما وقتی برید اول به عرفات، صبح روز 9 میره مردم به عرفات،
تا غروب آفتاب در عرفاتن و بعد میان شب این مزدلفه. اینجا اقامه و ذکر و تلاوت و تضرع و صبحش اولین کاری که میکنن میان منا یکی را از جمرات میزدن و بعد برن طواف زیارت، برن قربانی کنن، بعد برن طواف زیارت کنن. این کارها به ترتیبه. روزه خیلی کار دارد حاجی. به این خاطر میگیم جوانی میخواهم که صبح نماز را هنوز تاریکه در مزدلفه میخوانن، راه میفتن. امروز این همه استقامات هم برای زدن یک جمره خیلی سخته. این هم باید قبل از ظهرش بزنن. بعد از اینکه زدن برن برای طواف زیارت، اونجا برن حرم طواف کنن، مکه را برن در بیت الله طواف کنن و بعد شب باید بیان به منا. خیلی کار داره روزی در. بین خاطر الله سبحانه وتعالی میگه فاذا افضتم، وقتی شما برگشتید از عرفات را بین خاطر عرفه میگن که اونجا میدان همه مردم یک دیگر را میبینن و دیگه وجه اینه که اونجا آدم و حوا با هم ملاقات شدند با یک دیگر. بعد از که از آسمان به زمین اعزام شدند و تبعید شدند، حضرت آدم خدا به هندوستان از آسمان فرض کرد و مادر را به جده و بعد از سالها دریا و زاری سر کوه جبل الرحمت حضرت آدم و حوا با هم تجمع کرد. این خاطر اینه میگه عرفه که آنجا با یک دیگر آشنا شدن به زمین و دو مرتبه ارتباط برقرار کردن و سلسله ما در دنیا را در جنت زاد ولد دیده. شما وقتی برگشتید از عرفات تو یاد کنید خدا را نزد مشعر حرام. مشعر حرام کوهیه که در مزدلفه هست و به مکه دیده میشه. آتش برام روشن میشد و دیده میشه. مشعر حرامش میگن، یعنی اونم در حرمه. و یاد کنید اون خدا را کما تعلیلیه، چون خدا شما را هدایت کرده، چون خدا شما را به مناسک حج هدایت کرده است، شما خدا را به کثرت یاد کنید، نماز بخوانید، ذکر کنید، تلاوت کنید و خدا را یاد کنید به کثرت. اگر واقعا شما به تحقیق بودید شما قبل از هدایت الهی از ضالین و بیراهان خبری نداشتید، شما گمراه بودید یعنی بیراه بودید، راهی نمیدانستید، بیخبر بودید شما. ثم افید من حیث افاض الناس، برگردید ای قریشی ها و غیره همه شما از جایی که مردم برمیگردن، یعنی برید به عرفات و برگردید. قریشی ها و دیگر تعداد از قبیله ها به مشعر حرام می رفتن، از منا به مشعر حرام می رفتن، به عرفات نمی رفتن. و ما نیازی نداریم به عرفات برید. الله تعالی گفت نه قریشی ها همه شما مساوات در دین اسلام، برگردید، بازگردید از آن جایی که باز میگردند همه مردم. و از اون رسومات قدیمی که در حج داشتید و شما ترفع داشتید و در مزدلفه می رفتید، من همینطور عرض کردم این منا هست، این مزدلفه می رفتن، به عرفات نمی رفتن. الله تعالی گفت که این رسمهای بدی که انجام دادی بعد از خدا بخشش بخواهید. ان الله غفور رحیم، الله تعالی بخشنده است، می بخشد گناه را، مهربان جنت می دهد. فاذا قضیتم مناسککم فاذكروا الله كذكركم آباءكم او اشد ذکرا. بیان وقوف بمناه. حاجیان روز 10 به منا می آیند و جمره اولا جمره اکبر می زنند و قربانی و حلق راس و بعد برای طواف زیارت به مکه میرن و شب باید برگردن به منا بیان. شب 11 تو الله سبحانه و تعالی در اقامه منا که 11 و 12 لازمی است، 13 اختیاریه، اونجا هم الله سبحانه و تعالی را به کثرت یاد کنید. فاذا قضیتم مناسککم، وقتی شما ادا کردید
احکام حج را که روز 10 احکام حج تمام میشن تو یاد کنید الله تعالی را که ذکرکم آباکم، همانطوری که شما یاد میکردید پدرانتان را، او اشد ذکرا، بلکه بیشتر خدای عزوجل را یاد کنید. در جاهلیت عربها دیگه در منا که اقامه میکردن شعر و مداحی آبا و اجداد خود را میکردن که پدر من اینقدر کشت و اینقدر رهزنی کرد و لذا از این مداحی آبا و اجداد صحبت به میان می آوردن. الله سبحانه و تعالی فرمود شما مثل اون جاهلیت نباشید، بلکه وقتی احکام حج را ادا کردید الله را به کثرت در منا یاد کنید، همانطوری که شما یاد میکردید که ذکرکم آباکم، چنانچه که شما یاد میکردی پدرانتان را، بلکه شدیدتر خدا را یاد کنید، یعنی به کثرت خدای عزوجل را یاد کنید. در ایامی که شما 11 و 12 و 13 در منا میمانید، لذا خدا را به کثرت شب و روز یاد کنید. اقسام حاجی ها را الله تعالی از فمن الناس بیان میکنه. قسم اول حاجی هایی که طالب دنیا هستند و به آخرت اعتقاد ندارند، مثل قریشی ها و مشرکین مکه که حج هم میکردند یک اعتمادی به آخرت نداشتند، در این مناسک حج در این مکانها و زمانها از خدا دنیا میخواست. پس بعضی از انسانها کسانی هستند که میگویند ربنا آتنا فی الدنیا و ما له فی الاخرة من خلاق. و مشرک مکه کی را صدا میکرد در ایام حج؟ تنها الله را صدا میکرد، ربنا میگو، ربا بده ما را در دنیا هر مقداری که میخواهید بده. و نیست برای این حاجی در آخرت هیچ سهمی، چون اعتقاد به آخرت ندارد و آخرت از خدا نمیخواهد، به این حاجی هیچ گیر نمیده، تنها دنیا میخواهد و ثروت و مال میخواهد و آخرت فکری ندارد یا اعتقاد آخرت را ندارد. این حاجی در آخرت هیچ چی ندارد. پس هر چی که بنا است الله تعالی آنجا بهش میده. و این مشرکین مکه بودند که در حج و دیگه مشرکان عرب که به معاد اعتقادی نداشتند، تنها دنیا میخواستند، تنها منافع دنیا را در ایام حج از خدا مسئلت میکردند و خدا را هم فریاد میزدند ربنا آتنا فی الدنیا، بده رب ما را در دنیا. مشرک مکه هم خدا را فریاد میزد، لیکن بدبختیش این بود که در کنار خدا غیر خدا هم گاگاهی میخواند، گاگاهی، لیکن در این موارد فقط خدا را فریاد میزد. و این دلیل بسیار بزرگ است. و او در آخرت این حاجی هیچ چی ندارد، فهمید از نعمتهای آخرت. گروه دوم از حاجی های خدا پرست، و منهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنا. بعضی از این حاجی ها کسانی هستند که از خدا دنیا و آخرت میگن ربا بده به ما در دنیا نیکی حسنه بده و در آخرت هم حسنه عنایت فرما و حفاظت فرما ما را از آتش جهنم. این حاجی ها اولئک لهم نصیب مما کسبوا. برای این حاجی ها یک سهم بزرگیه، تنوین نصیبون برای تعظیمه، یک سهم بسیار بزرگی دارند از آنچه که اینها کسب میکنند، طلب خیر دارن میکنند. خب در دنیا ما ربا بده ما را در دنیا هم حسنه. عموما مردم فکر میکنند که از حسنه مراد پوله، حالان که حسنه به معنی نیکی. خدای ما را در دنیا توفیق نیکی بده، توفیق نماز، حج، زکات، خیرات، جهاد، خلاصه گوناگون معنی کردن حسنه دنیا را. از حضرت علی رضی الله تعالی عنه روایت نقل شده است که مراد از حسنه امرأة حسنه موصوف مقدر کرد و بعید هم نیست این تفسیر حضرت علی رضی الله تعالی عنه. چرا ما قبل که
بحثی از زمین لباسهای زیبا شد. خدا بده به ما حسنه و در آخرت هم به ما حسنه بده، یعنی جزای اعمال حسنه را به ما عنایت فرما و در آخرت هم به ما حسنه عنایت فرما. و قنا عذاب النار، ربا ما را از آتش جهنم هم حفاظت بفرما. اولئک لهم نصیب مما کسبوا، این حاجیهای مومن و خدا پرست برای اینها یک سهم بزرگی هست از آنچه که اینها کسب میکنن، یعنی طلب خیر دارن. هم اینها را الله تعالی به دنیا میدهد هم به آخرت الله تعالی از فضلهای خودش عنایت میکنه. الله سبحانه و تعالی میفرماید خوبی های آخرت را فراموش نفرمایید. والله سریع الحساب، الله تعالی سریع حساب میکند. شما خسته نباشید که به آخرت میرسیم، نه، الله تعالی شما وقتی به آخرت رسیدید فوری حساب میکند و شما را به نعمتهای آخرت میرساند. واذکر الله فی ایام معدودات، حالا تکمله ذکر که فرمود شما فاذکر الله کنید که ذکرکم آباءکم، تتمه و تکمله آن ذکر الله که در اقامه منا 11 و 12 می شود، یا شب 11 و شب 12 باید حاجیات در منا باشند و بعد از زوال جمرات را بزنند، هر 3 جمره را باید بزنند، رجم کنند شیاطین را. و روز 13 که شب 13 اختیاریه، روز 12 حاجی وقت زد جمرات را اختیار دارد که شب 13 در منا بماند یا برود به خانهش یا برود به مکه، هر کجا که میخواد. اگر نشست شب 13 در منا قبل از زوال میتواند که جمرات را بزند و به مقصد خودش ادامه بدهد و هر کجا که میخواهد برود. یاد کنید ای حاجی ها الله تعالی را فی ایام معدودات، در روزهای مخصوص و مشخص که 11 و 12 و 13 مراد است. البته اجازه دارد که شب 13 بره و ننشیند. فمن تعجل فی یومین، هر کسی از حاجی ها تعجیل کرد در 2 روز، یعنی 11 و 12 نشست، شب 13 ننشست و روز 13 جمرات را رجم نکرد و فلا اثم علیه، گناهی بر این حاجی نیست. و من تأخر، و هر کسی که خود را مؤخر کرد یعنی تا روز 13 نشست تو باز هم اسمی بر آن نیست. این همه احکام لمن اتقا هست. مبتدا هذه الاحکام مبتدا محذوف لمن اتقا، برای کسانی هست که از خدا میترسند. شب 13 و روز 13 جمرات را زدن اختیاریه. نسخه عمل الله تعالی بیان می‌فرماید واتقوا الله، قدم به قدم از خدای لا یزال بترسید، نافرمانی الله سبحانه و تعالی را نفرمایید. و نسخه خوف خدا را از کجا بیارید؟ این نسخه خوف خدا است که یقین کنید که شما به طرف الله حشر کرده میشید. وقتی انسان این تصور را و این اعتقاد را و این حالت را در خودش غالب کند که من پردای قیامت به محضر الله سبحانه و تعالی حاضر می شود و الله تعالی از من حساب و کتاب می گیرد، این انسان دیگر قدم را به هوش می گذارد، سخنان خود را به هوش می زند، چشم خود را و دست و پای خود را و شکم خود را از تمام محارم حفاظت می کند که پردای قیامت از خیانت چشمه ها و از تمام گفته ها من در محضر خدا قرار می گیرم و الله تعالی از من سوال می کند. ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. همه صحبت های ما و همه گفته های ما و همه حرف
حرفهای ما محفوظن و پردای قیامت در محضر خدا به ما نشان داده میشه. و وجدوا ما عملوا حاضرا، همانطوری که این دسته های فیلمبرداری همه چیز انسان را نشان میدهند، لذا پردای قیامت همه فیلم زندگی ما را الله سبحانه و تعالی به نمایش میگذارد. لذا وقتی انسان این حالت در او پیدا می شود، در خلوت و در جلوت و در هر حال انسان بیهوش حرف می زند و حرکت می کند، به طرف گناه میل نمی کند و نعوذ بالله اگر مرتکب خطا و گناه می شود نادر و پشیمان میشه. پس نسخه تقوا، نسخه خوف خدا، وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. در تمام قرآن مجید هر کجا که الله تعالی دستور خوف داده است و اتقوا الله گفته، نسخه تقوا را آنجا هم ذکر کرده. جای می فرماد واتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت. گروه سوم از حاجی های بسیار خطرناک که ظاهر بی صلاح و درون گرگ باطن، اونهایی که چنان ظاهر خوبی داشتند، سخنان خوبی داشتند، در مجلس پیغمبر چنان حرف خوب می زدند که پیغمبر علیه السلام هم از حرفهای آنها، از گفتهای آنها تحت تأثیر قرار میگیرد که اینها چقدر انسانهای خوبند. لیکن الله سبحانه و تعالی می فرماید بسیار شدید الخصومت هست، درونشون خیلی پوسیده است. در مورد شان نزول همین آیه شریفه گفته شده از شخصی به نام الاخنس ابن شریک یا شریک در محضر پیغمبر آمد و بسیار اظهار ایمان، محبت رسول و محبت یاران رسول را ظاهر کرد، لیکن درونش بسیار بغض نسبت به رسول و یاران رسول داشت. از مجلس پیغمبر وقتی حرکت کرد در مسیر زراعت و دام صحابه را آتش کشید و هلاک کرد. زراعت صحابه را آتش زد. دام صحابه الاغی بود، او را زد پاش شکست. ظاهرش اینقدر زیبا بود که پیغمبر علیه السلام هم از حرفهای او، از گفتهای او تحت تأثیر قرار گرفت. این همون که ظاهرشون صالح و باطنشون بسیار خبیث، دشمن صحابه، دشمن یاران صحابه بودن. بعضی از انسانها کسانی هستند گروه سوم، ظاهر خوب باطن بسیار بد. کسانی هستند که در تعجب قرار میدهد شما را پیغمبر سخن آنها در حیات دنیا. بله دیگه از جز همین حاجی های دیگه، حاجی ها همه حاجی بودن. گروه حجاج را ما به 4 گروه تقسیم کردیم. این همون حاجی های، اینا همه که دوربر رسول الله بودن حاجی بودن بدون استثناء، اگرچه آنها را حاجی آقا نمی گفت، به اونها نمی گفت حاجی ابوبکر، حاجی عمر، حاجی عثمان، حاجی علی، بله حاجی بودن، همه ساکنان حرم بودن. عربا زیاد حاجی نمی کنن، این جماع حاجی برو این ما اینقدر بره حاجی چیه، اونا همه حاجی بودن. بله این از همون گروه حاجی های بظاهر زی صلاح
لیکن باطنشون خیلی فاسد. بعضی از انسانها در خدا طبقه بندی میکنه. اونهایی هستند که یعجبک قوله فی الحیات دنیا، در عجب و در حیرت قرار میدهد شما را سخن آنها در حیاتی دنیا و شاهد میکند این حاجی ذی صلاح ظاهرش خیلی خوبه، خدا را بر آن اخلاص و محبت رسول یا محبت یاران رسول که در قلب خودش دارد. خدا سر شاهد است. پیغمبر شما را و یاران شما را وقتی میبینیم چشم ما روشن میشه. شما چقدر انسان های خوبی هستید. حالان که الله تعالی میگه مرض اول عداوت شدید نبوی داشت و از بس که با پیغمبر عداوت داشت با صحابه پیغمبر هم عداوت کرد. انسان با هر کسی که دشمنی داشته باشد لذا با متعلقین او هم دشمنی میکنه. حالان که این بسیار شدید الخصومت، علت به معنای بسیار خصومتگر، اضافتش به طرف خصامه، لذا تجریدی معنی میکنه. این بسیار شدید الخصومت، عداوت شدید رسول صلی الله علیه وسلم را در دل داشت، عداوت شدید صحابه را در دل داشت. اذا تولا، مرض دوم عداوت صحابه کرام. وقتی از مجلس شما منصرف می شود خوب تلاش می کند در زمین که فساد کند در آن زمین و هلاک کند زراعت را و نسل را. میگویند به محصول و زراعت یک صحابه برخورد، این آتش ده. دام صحابه را در مسیر دیدین، پایش شکست حیوان را، پای اولاد صحابه را شکست و دیگه توجیهاتی کردن در اهلاک هر سنت که این بی ایمان مفسده و این بی ایمان به دنبال لواطت و فسادکاری علاقه دارد. هر سه را در محل فرس میریزه و نسل را ضایع میکند و به تعبیر امروز دنیا همجنسگران لعنتی واقعا یهلک الحرث و النسل. این چیز را هم گویندگان گفتند، اشاره به فساد اخلاقی آن شومبخت هست که ظاهرش خیلی خوبه، ذی صلاحه و حرفهای بسیار نرم و شیرین و فصیح و بلیغ میزند. تفسیر جلالین نوشته کان یدنی مجلسه و کان حلو والکلامی، نزدیک مجلس رسول علیه السلام می نشست، بسیار سخنان شیرین و با آب و تاب حرف می‌زد. مرض سوم ضرر و عنادش، خیلی مغرور بود در اون. وقتی به او گفته شد اتق الله، از خدا بترس، چرا محصول مردم را تباه کردی، چرا این حیوان را پایش شکستی، دستش شکستی، تو اخذته العزت بالاثم، غرور او را میگیرد برای گناه، به جای اینکه از اتق الله متأثر بشود و بترسد و دست از جنایت بکشه، دست از خیانت و بدبختی بکشه، اخذته العزت بالاثم، غرور را میگیرد برای گناه کردن. فحسبه جهنم، این را کافی از جهنم سوزناک. ثمره این مرضها جهنم ولبئس المهاد، و بدترین جایگاه جهنم، بدترین مهد، بدترین جایگاه جهنم. گروه چهارم، و بعض از انسانان های هستند که می فروشند جان خود را. سبحان الله، مال که ماله، اونها جان هم می فروشند.
یشتری به معنی یشری، ببخشید یشری به معنی یبیعو، چون شرع یشری هم به معنی خریدنه و هم به معنی فروختنه، ولی اینجا به معنی فروختنه. یبیعو تو جزوهاش من نوشته بعض انسان ها کسان هستن می فروشن نفس خود را، حتی مال که به جای خود جان خود را می فروشن. برای چه؟ ابتغاء مرضات الله، طلبگار رضای خدا هستند. والله رؤوف بالعباد، الله بسیار مهربان است به بندگانش. کدوم بنده فداکاری میکند؟ الله تعالی فداکاری رو ارج میدهد. ترغیب جهاد یعنی برای انجام دستور اسلام آماده باشی. اینطور نیست که یک قسمت عمل کنید یک قسمت را بگذارید. شان نزول آیه را بیان کردن که عبدالله ابن سلام مخلص گفت من گوشت شتر را در دین اسلام حلال میدانم لیکن نمیخورم، چون در دین حضرت اسرائیل خوردن شد. جمعه را هم تعظیم میکنم، شنبه را هم تعظیم. شنبه تعظیم در دین یهود بود، اون هم تعظیم میکنم. جمعه که در دین اسلام دستور تعظیم شده که اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله، جمعه را هم احترام میکنم، احکامش انجام میدن. و شنبه که در دین قبل بوده اون هم الله تعالی گفت نه. الان که دین اسلام آمد، اعمال را مطابق آیین اسلام آمد انجام بدید، کاملا برو توی اسلام. یک قسمت اسلامی و یک قسمت یهودی قبول بود و این اتباع شیطان. ببینی شیطان شما را فریب نده، مومن شوی کامل مومن بشید. واقعا همین هایی که به نام مومنند و اعمال ایمانی انجام نمیدن، واقعا اینها اشتباه میکنن. مومنی دیگه مومن بس، کافر نعوذ بالله کافر بس، از دو رنگی چی میشم؟ یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم، ای مومنین داخل بشید در اسلام کاملا، یعنی یهودیت را رعایت نکنید، کاملا در اسلام داخل بشید. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اتباع نکنید نقشه‌های شوم شیطان را. و بدعتی بی ایمان همیشه مرید شیطان است. اخه بدعتی هر بدعتی را که انجام میده به جای اون بدعت سنت را ترک میده، چون در هر مراحل زندگی ما راهنمایی سنت داریم. اگر یک بدعتی سنت را بدعت را انجام میده، در اون موقع سنت اون موقع را ترک میده. لازمه بدعت ترک سنته و ترک سنت نقشه شیطانه. چرا؟ الله تعالی هدایت را در اتباع کامل پیغمبر گذاشته. ای مومنین داخل بشید در اسلام کاملا و اتباع نکنید قدم های شوم شیطان را. چرا که انه لکم عدو مبین، او دشمن آشکاره. از این وجه چنان چیزی را ایجاد می کند که ظاهر دین است و در حقیقت بیدینی. شیطان دشمنه. همه بدعتی ها اعمالی که انجام میدن اون به عنوان دین انجام نمیدن، به عنوان دینش انجام میدن. از سقایه گرفته تا قربانی و تا دهل و تا شیپور و تا تجمع و تا زنجیر و همه به عنوان دین انجام داده میشون. همه این مراسم ها خلاف اسلام هست. آیا به آنها کسی گفته که شما زنجیر بزنید، سیاه پوش کنید؟ این همه مراسمی که امروز مسلمان ها انجام میدن و در حدیث سند ندارن، در خیر القرون مدرک ندارن، این همه بدعتن و خطوات شیطان را اتباع. برید تو اسلام
کاملا. ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لكم عدو مبین. او ظاهر را دین میکند و به گلوی شما میدن. مگر این محرم و سفر برای پیغمبر نآمده؟ مگر شعبان برای پیغمبر نآمد؟ دلائل بیاری. اعمالی که مردم در شعبان و محرم و سفر و غیره و غیره انجام میدن، بعد از مرگ انجام میدن، اینها مگر بر پیغمبر نآمده؟ پیغمبر مگر ازدواج نکرده؟ انسان در زمان پیغمبر وفات نکردن؟ شهید نشدن؟ امروز این همه خرافاتی که سر قبرها انجام میدن، از سنگ مرمر و از آجر سوپان و از گل و پل و اینها همه مگر پیغمبر علیه السلام، پیغمبر اسلام در زمانش انسانها شهید نشدن؟ وفات نکردن؟ پس خود پیغمبر از دنیا رفت، صحابه چی کار کردن؟ ما متبع و مقلد پیغمبریم یا طراح مشارحیم؟ ما را الله تعالی موظف کرده که شما مو از پیغمبر اتباع کنید. لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی. به نقش قدم من پیغمبر حرکت کنید. صلوا کما رأیتمونی اصلی. فان زللتم، اگر لغزش خوردی بعد از این که آمد شما بینات، دلائل واضح و روشن، قولی، فعلی، عملی، تو یقینا بدانید او ملاها که ان الله عزیز حکیم. الله تعالی عزیزه، شدیداً عذاب میدهد، حکیم بر عدم عذاب و بر مهلت. مغرور نباشید. او حکیمه که شما خلاف سنت میکنید و شما را تنسبای نان و آب میدهد. مغرور نباشید. با وجود این دلائل واضح، اینها منتظر نیستن مگر این که بیاید برای اینها حکم خدا فی ظلل، توی سایه ها، توی تاریکی ها از ابر، و فرشتگان الهی هم بیاید و کار دیگه تمام میشه و قضی الامر. الله تعالی میگه این قسمت یهودیت، یک قسمت اسلام. اگر شما از این کار دست نکشیدید، حکم خدا در تاریکی ها و فرشتگان عذاب میان و کار تمام میشه. برید سالب توی اسلام. همه بدعات را قرآن عظیم الشان رد کرده و بدعتی ها را تهدید به عذاب کرده و بدعتی را گفته که تو پیرو خط شیطانی، تو خط پیغمبر ول میکنی، تو خط شیطانه. در مقابل خط پیغمبر خط شیطانه. لا تتبعوا خطوات الشیطان. شان نزول آیه را اگر شما در تفاسیر نگاه میکنید، خوب به شما واضح و روشن میشه. چیزی که نگه گفت من شنبه را تعظیم میکنم، گوشت شتر را حلال میدانم و نمیخونم. این خط خدا آیات را تند و تیز نازل کرد. یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة. امروز هم ما اینها میگیم، بین انسان های زمان خود، شما هم بگید که چرا از اسلام تأسی نمی کنید؟ هنگام مصیبت الله تعالی چی گفته؟ که ثابت چه کسانی هستند، چی میگویند، چه کار میکنند؟ مصیبت که آمد قالوا انا لله و انا الیه راجعون. و پیغمبر اسلام چی گفته؟ من ضرب الخدود و شق الجیوب و دعا بدعوت الجاهلیت فلیس منی. اونها که هنگام مصیبت بر سر و چهره میکوبند و گریبان را پاره میکنند و موهای خود را میکنند، اونها از من نیست.
پیغمبر در دامنه احد چه انسانهایی را الله سبحانه و تعالی به بارگاه خودش مقبول کرد. جا پیغمبر چه کار کرد؟ دستور زنجیل بردارید و سینه بزنید. حتی علماء دین همه این مراسم ها، یا پیغمبر از حج و عمره برگشت، همین خرافاتی که امروز به استقبال حاجی آقا میکنن اینها سند دارن از پیغمبر؟ مگر پیغمبر بهتر میدانست و بلد بود یا شما عاشق‌ترید و بلدترید؟ غالیچه نصب کنند و گل بی ریشه بیارن نصب کنند، گل پلاستیکی بیارن نصب کنند، تجلیل و گوسفندگیره پاک کشته بشه، این همه خرافاتن. سل بنی اسرائیل و الی الله ترجع الامور، به طرف خدا ارجاع داده میشن امور. لہذا شما توجه داشته باشید، خلاف پیغمبر نباید راه بودی، خلاف پیغمبر کسی راه بودی که هرگز به منزل نخواهد رسید. ترسم نرسی به کعبه ای عربی، که این راه که تو میبری به ترکستان. عربی عشق کعبه دارد، عشق کعبه دارد، لیکن راه مشهد را میبره. راه مشهد را ببره به کعبه میرسه. هرچی میره از مشهد بگره ترکمنستان و هرچی در شمال بره هرگز به کعبه نمیرسه. راه کعبه اینه. ترسم نرسی به کعبه ای عربی، که این راه که تو میبری به ترکستان. راه ترکستان را میبره، شیرازی میگه و عشق کعبه داره. ما هم امروز عشق خدا و رسول داریم، دم از محبت خدا و رسول و ائمه اطهار میزنیم و همه خط ما خطهای غیر خدا و رسول و ائمه. ما برای اعمالهایی که آنها را تجلیل میکنیم، آیا از انبیاء و از نبی و از ولی و از صدیق و از شهید ما سند داریم؟ سل بنی اسرائیل نمونه از تقریب دنیاوی. سوال کن پیغمبر بنی اسرائیل را چقدر ما دادیم به آنها، یعنی آبا و اجداد آنها را آیات بینه و واضح. آنها به جای شکر کفر کردن، لذا عذاب داده شدن. و هر کس عوض کند نعمت خدا را بعد از اینکه اون نعمت آمده، شریعت غرا دلائل شرعی را نادیده بگیره، تو فإن الله شدید العقاب. دلائل آمده، واضح آمده، راه پیغمبر مشخصه، راه قرآن مشخصه، قرآن سنت راه ائمه مشخصه. سند بخواهی برای این آمد. آیا وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ از حج و عمره بر میگشت، از جهاد بر میگشت، با عاشقان علی چه کار میکردن؟ جلوش گوسفند و گاو و شتر میکشتن، غالی پرس میکردن، سردر برای او درست میکردن. عشق علی کار علی نمیکنن، کار شیطان میکند، نامش ولی. گر ولی این است و لعنت بر همه کارها خلاف اسلام و نامش خیلی انسان خوبی، خیلی انسان خوبی. انسان خوبن. این قرآن اینها رو میگه. بنی اسرائیل سال کن چقدر آیات بینات من بهشون دادن، اونها به جای ایمان و عمل و شکر کفر کردن. ولهذا الله تعالی فرمود و من یبدل نعمت الله من بعد ما جاءته فإن الله شدید العقاب. ترغیب الجهاد. و جواب یک سوال مقدر. این هایی که خود را مؤمن میگند و متبع شریعت میگویند چی ندارند؟
همین هایی که این تجلیلات را میکنن، همه مغازهای موقع کسب و کار، همه امکانات، همه زر و برق در اختیار آنها. این هایی که خود را متبع پیغمبر میگن و در خط پیغمبر، نان برای خوردن ندارن. صحابه اینطور بوده نبوده؟ نان برای خوردن ندارن، لباس برای پوشیدن ندارن، مسکنی برای آسایش ندارن، فقط عاشق رسولن و متبع رسولن. الله سبحانه و تعالی میگه این بدبختیه. کافر فقط دنیا را عزت میداند، اتباع پیغمبر را نعوذ بالله ذلت میداند، خاری میداند، ناداری و فقیری میداند. لیکن امروز اینها از مسلمان هم مسخره میکنن. روزی میشه که من اینها را ببرن تو جهنم اسیر کنم و مسلمان ها بر اینها بخندن. زین للذین کفروا الحیات الدنیا، زیبا قرار داده شده برای آنهایی که کافرن بهار دنیا. از این خاطر و یسخرون من الذین آمنوا، صبر حب دنیا تحقیر مؤمنین شده است. اینها تمسخر میکنند از آنهایی که ایمان آوردند، از آنهایی که ایمان آوردن تمسخر میکنند. لیکن الله تعالی میگه مسئله نیست، حال جمله حالیه. حالان اونایی که از کفر و شرک و از مخالفت سنت اجتناب میکنن، تقوا را مانع کردن، از کفر و شرک و مخالفت سنت اجتناب میکنن، فوقهم یوم القیامه، بالا اینها هستن روز قیامت. بلال بالا هست، سمیه بالا هست، یاسر بالا هست، طلحه بالا هست، زبیر بالا هست، امیر معاویه بالا هست، ابو بکر عمر، حضرت علی، حسن و حسین که در دنیا اینها را مسخره می کردن که مال ندارن، متاع ندارن، امکانات ندارن، تجهیزات نظامی و مالی و مسکنی ندارن. روز قیامت بالای سر اینها خواهند شد. باقی رزق به مشیت خدا در دنیا تقسیم میشه، مورد رضا نیست. والله یرزق من یشاء بغیر حساب. الله تعالی در دنیا آخرت رزق میده در کس را بخواهد. جواب اینه مدار رزق بر مشیت است، نه بر کمال و مقبولیت. مشیت خدا شده در باز کرده، میلیاردها پول در اختیار گذاشته، بین خاطر مومنین را مسخره میکنن، تمسخر میکنن. ترغیب الجهاد سادسا، اللہ تعالی میگه همه انسان ها روی یک دین بودن، بعد اختلاف کردن بی ایمانا. یک دسته کافر شدن، اختلاف هم زمانی کردن که علم شریعت آمد پیشانا، انبیاء دعوت برداشتند و آوردن، اینها اختلاف کردن. بغات و طغات با انبیاء اختلاف کردن. این هم اختلاف روی حسادتی بود که از خود آنها نشأت گرفته بود، لحاظا برای سرکوب کردن این بغات و طغات و مؤمنین باید جهاد کنید. این همه ترغیب جهاد هم. کان الناس بودن انسانها امتا واحده، یک ملت واحده توحیدی. در صفحه 841 292 670 است که فاختلفوا، بعد اختلاف کردن. برای رفع اختلاف بعث الله النبیین، الله تعالی انبیاء را مبعوث فرمود، در حال که انبیاء بشارت میدادند اطاعت کنندگان را و آگاهی میدادند منکران را، و نازل کرد الهات دوم اختلاف با اون انبیاء کتابهایی که رفع نزاع با کتابها میشد به حق. حکمت انزال و بعثت انبیاء این بود که فیصله کند خدا در دنیا بین مردم در مسائلی که اختلاف داشتن با یک دیگر، در اون مسائل در امور اختلافی مذهبیه انبیاء با کتاب فیصله کنند. اللہ تعالی میگه این اختلاف را، این دویی را در دنیا همون علماء سو آوردن بعد از آمدن انبیاء. حضرت میگفت اختلاف ڈالا، کس نے ڈالا، کیوں ڈالا؟ اختلاف انداخت، چه کسانی انداختن؟
چه زمانی انداختن، برای چه انداختن؟ اختلاف که انداختن بغات و طغات اهل علم، اونهایی که زمامدار مردم در تبلیغ و واعظ بودن. چه زمانی انداختن؟ زمانی که علم انبیاء آمد. برای چه انداختن؟ بغیم بینهم، بسیار حسادت کردن بین خود و بین دعات توحید. اختلاف نکردن در حق مگر آنهایی که داده شده بودند این حق را، یعنی کتاب را. اون هم من بعد ما جاتهم البینات، بعد از این که آمد پیش آنها دلائل بواسطه انبیاء. اختلاف نکردن الا بغیان، این الا از هر دو استثناء. اختلاف نکردن مگر علما، اون هم بعد از آمدن بینات اختلاف نکردن الا بغیم بینهم، مگر کینه و حسادتی بود بین اونها و بین دعات توحید، داعیان توحید به خدا پرستی و آنها به شخصیت پرستی و دکان پول برای خود درست کرده بودن. این قبر ولی را محل درآمد کردن، پول بریز. اون طرف شیراز یک سنگیه، او یک گودی مثل سم اسب داشت، یک گنبد بزرگی برو داشتن میزدن و پول میریختن. چیه؟ اثر سم اسب سلمان فارسی. و بابا با چه سندی تو میگی؟ با چه مدرکی تو میگی که پای این کوه سخت، روی این سنگره سخت، اون هم اسب حضرت سلمان آمده آب خورده، یک سمش بیشتر توی سنگ رفته یکی کمتر، یک گنبدی داره میده، یک مغازه پردرام. کسی ما را معرفی کرد اثر سم اسب سلمان. و با چه مدرک میگی؟ دلیل شما چیه؟ حالا دیگه هر کس را که گفت سوال نمیکنه. ها حیران شد. اول که خیلی میخواست ما را عاطفه بدهد و ما را ترغیب بکند که ما هدایت بشیم، ما سوال کردیم مبهوت شد. هر جا شما گنبدی میبینید اون مرکز پول است، یک قاب صندوق اینجا گذاشته، ولی نیاز به پول نداره، ولی تاریک دنیا هست نیست. نه ولی نیاز داره شمی برایش روشن بشه، ولی نیازی برای شمی پوسیده ندارد، ولی در بهشت است، ولی در روح و ریحان و جنت نعیم است. و خدا نگفته فروح و ریحان و جنت و نعیم؟ اون چراغانی جنت برای ولی بس است، اون حور و اون غلمان برای ولی بس است، برای شهید بس است. نه ضرورتی به شم پوسیده تو دارد اور نه نیازی به دکان تو دارد. به نام ولی خیرات میگیری و میخوری. درسته؟ دکانیه پر از درآمد. او میگفت شاید اینها چقدر میریزن که اینجا اثر سم اسب سلمانه. نه اینها نظر برای غیر خدا اصلا نمیدن. خلاص اللہ تعالی می فرماید فهد الله، طریقه الله هست، رهنمایی کرد الله اونها را که ایمان آوردن، یعنی کسانی که ایمان آورده بودند انبیاء آنها را پیروز گردانیدن. پس رهبری کرد الله تعالی اونهایی که ایمان آوردن به انبیاء به خاطر اون مسائلی که اختلاف بود داشتن، در آن مسائل از حق بیان حقه، برای اون حقی که در آن اختلاف داشتن به اذنهی به فضل و کرمهی. میگه این آیه را وقتی انسان بخانه بگه اللهم اهدنی لما اختلف فی من الحق، بار الها ما را هدایت کن برای آن حقی که در آن اختلاف شده است، به حق ما را رهبری کن. از خدا باید بخواهیم
یک چیزی که من شما را میگم ولی صاحبها همیشه طالب حق باش. طالب حق به حق میرسه. یک اعتقادی درست کنید و بران استوار بشید نه. خان اگر اعتقاد شما مبرهن با دلائل قرآنی و سنتی هست اون اعتقاد را مضبوط بگید، از هیچ طوفانی نلرزید که انشاءالله کامیاب بشید. همه را دیدید و اگر خلاف حق اول قدمی برداشته بودید، عملی کرده بودید، قولی و سخنی گفته بودید، فوراً برگردید. والله یهدی من یشاء الی صراط مستقیم. الله هر کس را بخواد به صراط مستقیم رهبری میکند، اونی که عنابت صراط مستقیم را داشته باشه. ترغیب علی الجهاد. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه، آیا شما تصور دارید که وارد جنت بشید بدون تکلیف و مشقت، حالانکه نه آمده پیش شما واقعات و مثالهای آنهایی که گذشتن قبل از شما، از طرف مخالفین رسید به آنها الباسا، شدت گرسنگی و فقر، ضرر مالی و ضررهای بدنی به آنها رسید، مرض و غیره، و زلزلوا به انواع بلاها تکان داده شدند، تا اینکه به پیغمبر زمان و وقت به فریاد آمد و گفت و آنهایی که با پیغمبر ایمان آورده بودند متی نصر الله، چه زمان نصرت خدا می آید. الا جواب رسید، توجه داشته باشید، صبر داشته باشید که ان نصر الله قریب، نصرت الهی برای بندگان نزدیکه. چند سبای صبر کنی. شما میخواید برید جنت، الله تعالی دارد در صورت استفهام انکاری که او حال به جنت بدون مشکلات جنت گیر نمیآید. اصلا امروز ما میگیم راه جنت همه به آسانی، نه، راه جنت مشکلات دارد، باید انسان مشکلات را تحمل کنه. اصلا الله تعالی میگه گمان دارد، نه گرمی ببینید، نه سردی ببینید، نه گرسنگی ببینید، نه زندان ببینید و حتی هیراب بوش به سم شما نیاید و برید جنت، اصلا امکان ندارد. نمیگه قرآن و جنت بدون مشکل؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنه. یک دوستی داشتیم اکثر تو نماز مغرب همین آیه را میخوند، آخرین شهید کردم گوشی ها پشت پتان اون شهید کردم. من همیشه وقتی به این آیه میرسم یاد اون عزیز میفتم، کمی هم بودانه آماده کرده بود و میگه وقتی این غول‌پیکرها آمدن و تجهیزات مسلمان ها را مورد حمله قرار دادن، دیگر رفتن تو پناهگاه ها و کمینگاه ها، این همین جا ایستاد و برای مبارزه. هرچی بهش گفتم بیا بابا، گفتین همه اساس مردم، اساس مسلمان ها دارن آتش میگیرن، ماشینشون، خوراکشون، فلان، ما بریم چرا؟ میزنن. واقع شدید همهش خود را آماده کرده بود. این آخر هم میخواد نه گرسنگی مولوی ببینه، نه پیشانی ترش ببینه و نه واعظ زمان، واعظ مبلغ زمان، حتی یک روز هم کشیده نخوره و بره جنت. الله تعالی میگه نه بابا، بلیت جنت گرسنگی دارد، بلیت جنت ناداری دارد، بلیت جنت فشار دارد، بلیت جنت رایگان نیست. قرآن دارد میگه، این نه پیری میگه، نه مرشدی میگه و نه عالمی میگه، الله تعالی دارد میگه ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلكم. چطور بوده مثال؟ میگه مستهم الباسا، رسید بانها باسا، مسئله توحید گرسنگی دارد و مولویان، لیکن رنجی بهشتی هم دارد و این هم نیست، همیشه انسان باید تو بلا باشه. رسید به آنها باسا، ضرر
ضرر مالی شدت فقر جلال معنی کرده، ضرر بدنی یعنی مرض و از انواع بلاها به تکان آورده شدن، زلزلو به انواع بلاها تکان داده شدن، حتی که پیغمبر و مؤمنین هم به فریاد رسیدن متی نصر الله، خدای نصرت های تو که می آید. بله، برای آنهایی که این مشکلات در افغانستان و در عراق آمدن، شاید اگر برای خدا کسانی که برای خدا باشند اینها میکشند پشت سر نصرت خدا هست. الا ان نصر الله قریب، انشاءالله که نصرت خدا زودتر می آید و ضربه قهری را بوش و بلر و شارون انشاءالله در دنیا خواهند کرد و خدا به آنها ضربه خواهد زد. سنت الهی همین. رسول پاک صلی الله علیه و سلم مشکلات تحمل نکردند، بدر و احد و احزاب و حدیبیه، لیکن نصرت الهی وقتی تاریخ تکمیل شد بعد از 21 سال، ورأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا. از آمریکا که حکایت کرد بعد از سقوط این برجها اینقدر آمریکایی مسلمان شده. یک مفتی از آمریکا آمده بود و راوی که برای ما روایت کرد بسیار ثقه بود، گفت اینقدر مسلمان دارن میشن آمریکایی که ما از تعلیم و جواب آنها عاجز. تمام کتاب‌هایی که درباره اسلام به زبان انگلیسی نوشته شدن در کتابخانه‌های آمریکا مفقود شد. که چه دردی و پیامی اینها را وادار کرده که خود را بیزنن. پی بردن که ما اشتباه حرکت میکنیم، ما راه بشریت را گم کرده ایم، ما راه کفر را میبریم. این خدا از نصرت الهی همین. یسألونک بعد از جهاد دو بیان انفاق. یسألونک ماذا ينفقون. ببینید مسئله قسمت دومه، بحث جهاد، ترغیب برای جهاد، تشویق برای جهاد. باز خب جهاد انفاق میخواد، مال میخواد. گدا چطور میخواد جهاد کنه؟ خدا کسی را مال داده و جهاد کنه با مال. اللہ تعالی میگه سوال میکنن این عاشقان انفاق ماذا ينفقون. این سوال تو جنبه داره، چه مقدار خرج کنند و کجا خرج کنند. ماذا را من دو معنی میکنه، چقدر خرج کنند و به کجا خرج کنند. اللہ تعالی میگه هر اندازه خرج میکنید، لیکن اول به والدین بدهید، به خویشاوندان بدهید، به یتامان بدهید، به مساکین بدهید و به ابن سبیل بدهید. مسافره، مجاهد همیشه مسافره. آنچه شما خرج میکنید بگو آنچه خرج میکنید از مال اون به همت شما وابسته است، لیکن به والدین بدید، به خویشاوندان بدید، به یتاما بدید، به مساکین بدید. مساکین که چیزی نداره. و به ابن سبیل بدهید، اونی که در راه خدا هست. مسافر چیزی ندارد، اگر در راه خدا خیلی چیزی. باز قرآن فرمود خواه انفاق باشد یا غیر انفاق، آنچه شما انجام میدید از خیر، مال یا غیره، تو فإن الله به علیم. الله اطلاع کامل دارد، شما را خوب جزا میدید، هر خیر شما انجام میدید. الله تعالی خبر نداره شما اینجا جمع شدید 4 نفر. ها مولوی ها، امروز ما قدری نعمت را نمیدانیم. همه من و شما ممنون احسان رب العالمینی. کاش که امروز ما مسلمان ها میدانستیم چقدر قرآن داره ترغیب میده. آنچه شما انجام میدید هر خیری باشد
تو فإن الله به علیم، اللہ تعالی علیم میبینه. سبحان الله. ایاده مضمون جهاد بار دیگر. جهاد بر شما فرض شده از قتال. امروز لفظ جهاد در جمعیه است، ما توجیهش میکنیم تلاش 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 جهد تلاش، لیکن اینجا اللہ تعالی کلمه بکار برده که هیچ که نمیتونه توجیهش میکنه. قتال با کافرها بر شما فرض. همین من میگم اگر امروز واقعا مسلمان ناجی هست، همینه که بابو شغله رو شارون بجنگه. اینها ناجیه. اعتقاد من اینایی که مجاهدینی که برای خدا در نبردند اینها ناجیه. چرا؟ اکثر قرآن تایید اینها را میکنه. کتب علیکم القتال، قتال بر شما فرض کرده شده، و هو کرہ لکم، لیکن این گرانه برای شما طبعا. امکان دارد که شما ناپسند داشته باشید چیزی را طبعا. طبیعت کجا مردن و کشتن و گرسنگی را و اسارت را تحمل میکنه و او خیر باشد در واقع برای شما، و امکان دارد شما دوست داشته باشید چیزی را و او در حقیقت شر باشد برای شما. لعظم الله یعلم، اللہ داند میداند بر شما جهاد و انفاق را فرض کرده و انتم لا تعلمون، شما خیر و شر خود را نمیدانی، شما نادانید. شما میگی خیر در همینه که ما بخوریم و بخوابیم و دنیا را ترقی بدیم. نه، اینه که شما در راه خدا فداکاری بدید. اللہ تعالی رحم بفرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.